برنامه یاد وطن، مهر و محبت مهجوران دور از وطن. برنامه یاد وطن از روزگار و آثار شاعران بزرگ تاجیک. برنامه یاد وطن، شعر و ترانه‌ها بس وطن عزیزمان تاجیکستان. برنامه یاد وطن از رادیوی مهاجر، هم نوای قلبی هر یکی شماست. چشمان دلم همیشه سوی وطن است، با یاد وطن باغ دلم گل بسر است. نیست یک نفس من نکنم یاد وطن، زیرا که وطن برای من چو مادر است. گر روی جهان گشتم و دیدم همه جا، عالم همه زیبا، تاجیکستان دیگر است. السلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند، دوستداران برنامه‌های رنگین رادیو مهاجر. برنامه یاد وطن است مهمانی خواندن شما. ای خدا شکرانه این وقت خندان میکنیم، شکر این دارایی و یک برده نان میکنیم، شکر آن که تاجیکم، تاجیکستان کشورم، شکر خلق سربلندی تاجیکستان میکنیم. با امید و شکرگویی های زیاد پیش خداوند کریم از درگاه پروردگار برای هر یکی شما خانوادگی و سربلندی روزگار تیمی اصول را تمنا میکنیم و دست بر دعا می‌برداریم که همیشه در تمام روی دنیا و در تاجیکستان عزیز ما صلح و آرامی، دوستی و همدیگر فهمی همیشه پابرجا باشد. و دعا میکنیم که آرزوهای نیک قلبی هر یکی شما جامعه عمل پوشند. سامیان عزیز و ارجمند، بعد چند دقیقه آغاز میکنیم بخش‌های رنگینی برنامه یاد وطن را. با ما باشید.
برنامه یاد وطن مهر و محبت مهجوران دور از وطن. برنامه یاد وطن از روزگار و آثار شاعران بزرگ تاجیک. برنامه یاد وطن شعر و ترانه‌ها وصف وطن عزیزمان تاجیکستان. برنامه یاد وطن از رادیوی مهاجر همنوای قلبی هر یکی شماست. خسته نباشید هموطنان عزیز، برنامه یادی وطن است و نخست بخش این برنامه یادی از بزرگان. خب تصمیم گرفتیم در این بخش درباره حیات و فعالیت استاد عمری خیام برای شما معلومات پیشنهاد کرده باشیم. از این طالع نامه عمری خیام حساب کرده شده است که او 18 می سال 1048 در شهر نیشاپور تولد شده است. نیشاپور یکی از شهرهای اساسی صنعتی ایران بوده در ولایت خراسان جایگیر شده است. سالهای کودکی و نوسی عمری خیام سال 1048 سال 1066 در نیشاپور گذشته است. عمری خیام اول در مدرسه نیشاپور که در آن وقت شهرتی کلان داشت مشغول علم گشت و بلخ، سمرقند و بخارا دوام داده است. عمری خیام علم‌های دقیق از جمله الجبر، هندسه، هیئت، استرونومیا و فلسفه را به خوبی آموخته است. قرآن، تاریخ حقوق‌شناسی و غیرها را نیز از بر نموده زبان عربی و ادبیات عربی را به خوبی می‌دانید. مهارت شعرنویسی بلند داشت. عمری خیام استرولوژیا و طب را نیز آموخته از نازکی‌های صنعت موسیقی نیز آگاهی داشته است. او اثرهای فیلسوفان قدیم ارخمید، یوکلید، اریستوتل را به زبان عربی ترجمه نموده است. قرآن را نه فقط از یاد می‌دانست بلکه هر یک آیت آن را ایضاح داده می‌توانست. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت او در ساحه تکمیل و رواج مسئله‌های متماتیکی ظاهر می شود. اختراع اول او در 25 سالگی صورت گرفته بود. دستاورد علمیش تراکتات درباره علم الجبر و المقابله که در سمرقند تألیف نموده بود نام عمری خیام را همچون عالم شهرت بخشید. فعالیت علمی عمری خیام در بخارا در دربار شاهزاده خاقان شمس الملک آغاز می‌یابد. سال 1047 عمری خیام و دربار شاه مالک که در شهر اصفهان است دعوت کرده می شود. عمری خیام را برای اداره کردن ابسرواتوری دربار دعوت کرده بودند. در دوام 5 سال عمری خیام با همراهی عالمان دربار در ابسرواتوریا نظارت بوده و ماه مارس سال 1079 تقویم نو اختراع کردند که از تقویم پیشینه 7 ثانیه عمیق‌تر بود. در اصفهان در دربار شاه مالک عمری خیام با متماتیک شغل می‌ورزید. در آخر سال 1077 رساله علمیش را از گیومتری به آخر رسانید. سال 1080 اولین رساله فیلسوف استاد عمری خیام دایر به ماهیت عمر و حیات تألیف کردید. سال 1092 بعد فوت شاه مالک لحظه های آسایشتگی عمری خیام هم به پایان رسید. در دربار ترکان خاتون زن شاه مالک عمری خیام یگان دستگیری نمیدید. ابسرواتورش پوشیده شد. پایتخت دولت از خراسان به شهر مرو کوچانده شد. عمری خیام به نیشاپور برگشت و در آنجا تا آخر عمر خود زندگانی کرد. خیام در مدرسه نیشاپور مشغول مدرسی گردید. در آنجا هم کارهای علمی خود را دوام داده. رساله درباره صنعت معین کردن مقدار طلا و نقره در مایه ها را نوشته. سالهای آخر حیات عمری خیام بسیار هم وزنین بودند. عمری خیام نه تنها چون عالم فیلسوف توانا بلکه همچون شاعری آزاداندیش و دقیق بیان در میان مردم و اهل سخن شهرت یافته بود. بدون معلومات سرچشمه ها عمری خیام در پیرانسالی و زیارت مکه و مدینه مشرف گشته است. بعد بازگشت از حج در یکی از دهه های نیشاپور جای گرفته تا آخر عمر آنجا مانده است. از روی معلومات های معهدهای ادبی اثرهای میانه عمری خیام عائله دار نبود، فرزند نداشته است. خیام در زندگی فقیرانه گذرانده 4 دکبر سال 1131 از عالم
چشم پوشد. حالا مقعد عمر خیام از زیباترین موضع ها در نیشاپور به حساب رفته، زیارتگاهی اهل هنر و دوستداران و علاقمندان شعر پارسی و کلام موزون می باشند. در سر قبر شاعر مقبره بلجاست که همیشه گلفشان آزاد است. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. گویند که دوزخی بود عاشق و مست، قولی است خلاف دل در آن نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهشت همچون کف دست. У рек, известно, есть свои истоки. И жизнь нам преподносит бесценные уроки. Чтоб жить красиво, мудро и богато, заприте глубоко в подвал свои пороки. Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине, ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне. Другие ценности сегодня в моде, но храни традиции, что предки подарили. Когда есть корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни. Как строй солдат закроют нас стеною от грозы стрел, отпущенных судьбою. Живите, чтобы жить, а не существовать. Учите то, что важно, в любое время знать. Любить родителей любовью неземною, чтоб в старости от согрешенного без чести не упасть. Я славлю тех, кто верует в Творца, не на показ, а искренне, с лица. Нам говорят воды не пить, и все же желаю всем счастливого конца. Жизнь скоротечна, увы. Сценарий всем написан. Лишь молим мы Бога за счастливый финал. На чашу весов там будут ставить отметку, что сделал хорошее, а что где украл. Я не учитель, я ученик, и в тайны мироздания пока не проник. Хотел бы узнать, в чем же смысл бытия, в вине, в кайфе, мудрости, и грешен ли я? Я счастья желаю вам, братья мои, чтоб в дом не зашли к вам ненастные дни. Пусть дети рождаются у каждого в доме, пусть Бог вам подарит счастливую долю. Творите
дерзайте и побеждайте. И каждый день Творца благодарить не забывайте. Когда живешь как хочешь, когда ты пьешь как хочешь, когда ты ешь где хочешь, когда весь мир любить ты хочешь, когда ты у Творца одно лишь просишь: до старости дожить, лишь в тот момент весь смысл бытия понятно в мир иной, все это не уносишь. Там, где ты хочешь быть хорошо принятым, сказал один философ метко, дав всем соскучиться за обликом своим. Ты должен появляться крайне редко. Когда ты хочешь, в тот момент я счастлив от прилива страсти. Не расплескать бы от восторга чашу счастья, коктейль блаженств, любви ингредиент. Я ненавижу стол, когда я ем один. Я ненавижу праздник, где я не господин. Мне мама приготовила еду, и тут же я поймал себя на мысли: борьба дает вкус жизни во сне и наяву. Как перец, соль дают вкус пищи. Совет я дам тому, кто сам решил жениться. Ты прав, ведь это матушка природа, здесь нечего стыдиться. Не выбирай жену, с которой можно жить. Совет даю вам я. Женись на той, что без которой жизнь прожить, поверь, мой друг, нельзя. Сказала как-то в детстве мне бабушка однажды: женись, сынок, удачно. Мне повторила дважды. Когда была в девицах я, мне мама говорила седую мудрость предков, евреев одарила. Когда придет невеста в дом, смотри, сынок, на ноги. Ведь ноги в дом заносят счастливых дней пороги. С ногою может принести невеста к мужу в дом несчастье или счастье. Вот мудрость моя в чем. Видал много умных, богатых людей я, хозяином став своего положения. Кто вкусит от древа познаний идей, навек потеряет рай наслаждения. Спросил у священника: отец, расскажи, где рай на земле? Путь туда укажи. Как съездить туда, ориентиры мне дай. Ответил священник: путь, сын, сам выбирай. У ног твоей матери находится рай.
اشکی دلی من هم روان گردد ز سنگینی بار تنهایی به جای نامرده با مثل قامتی چنگی تو خدی من کمان گردد آه مادر جانی من فدای نامی تو 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 بسوزد آتشی پرتاب نفرت خانه جانم که یک خود بینو بی فرهنگ قدری تو نمیدانم با جای آن که یارد سجده پیشی نمیدانم ذکری دل و دیده تو را هر لحظه را جانم آیا مادر آیا سرجوی سبزی بخت در عالم سی تو جاویدان سرسبز نخلی عمر انسان است بلندی بلندی ها بلندی مقامی توست بلندی دیگر که در زمینی سبز دامان است آه مادر جانی من فدای نامی تو 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 آیا می‌خواهید که معلومات‌های عجیبی را بهره‌ور شوید؟ پس با بخش عالم عجایبات باشید. برنامه یادی وطن است هموطنان عزیز و میگذاریم به بخش عالم عجایبات یا خود آیا میدانید. خب تصمیم گرفتیم در این بخش معلومات‌های عجیبی را از شبکه اینترنت برای شما دسترس کرده باشیم. خب بیایید یک جا میشنویم. اتحادیه بین المللی مخابرات اداره واسطه با CMM با اشتراک یک گزارش خبر داده است که تا آخر سال 2014 تعداد تلفن‌های موبیلی در دنیا زیاده از 7 میلیارد خواهد شد. با گفته این نهاد عین حال شماره اهالی روی زمین 7.1 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد و تعداد رقم‌های تلفنی دستی به 6.8 میلیارد رسیده است. این اتحادیه گفته است که بیش از 3/1 اهالی روی زمین دسترسی با تلفن‌های موبیلی داشته به سر هر یک ساکن کشورهای پس شوروی 1.7 سیم کارت راست می‌آید که این نشان داد نسبت به دیگر منطقه‌ها زیاد میباشد. این در حالی است که تاجیکستان به گفته خدمات علاقه تعداد سیم کارت را از حد شماره اهالی گذاشته به بیش از 8 میلیون رسیده است. اولین تلفن 40 سال مقدم اختراع کرده شد. 3 اپریل سال 1973 انجینری کمپانی ماتارو و مارتین کوپر اولین زنگ را با تلفن موبیلی به رقیب خود جوئلیو انگلیو کارمندی شرکت بیل لابراتوار نمود و با او گفت میدانی از کجا من تو را زنگ میزنم؟ من تو را از تلفن موبیلی حقیقی زنگ میزنم.
تلفن موبیلی اختراع کرده کوپر تلاش 15 ساله داشته، صرف 90 میلیون دلار نموده بود. وزن تلفن بیش از 1 کیلوگرم بوده، حجمش 225 با 125 با 375 میلیمتر میرسید. تلفن موبیلی موتورولا دونیو تکس 8000X همگی بعد از 10 سال دسترسی مردم گردید که نرخ آن $3500 آمریکایی می‌باشد. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان مرده که از تیری عدو دارد جراحتها، ولی چشمانی بیانش نمیبینم وطنداریست، پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری 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 اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید، دل خالیز ارمانش نمیبینم وطنداریست، فدایی را شکایت هیچ از باری گرانش نیست، زی عمری خود پشیمانش نمیبینم وطنداریست، همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، رهی آسان شوی مشکلی خود را
همه جوید. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. وطنداری، 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 وطنداری. برنامه یاد وطن، مهر و محبت مهجوران دور از وطن. برنامه یاد وطن از روزگار و آثار شاعران بزرگ تاجیک. برنامه یاد وطن، شعر و ترانه‌ها وصف وطن عزیزمان تاجیکستان. برنامه یاد وطن از رادیوی مهاجر، همنوای قلبی هر یکی شماست. ترانه زندگی. ما بهر دلشناسان شعر و ترانه هستیم، بهر نواشناسان چنگ و چغانه هستیم. گویند شاعر خوب فرزند دور خیش است، بهر زمان شناسان ما خود زمانه هستیم. ما کوه زاده اما دلهای نرم داریم، در تنگنای کوهی دل بی کرانه هستیم. گر رودک ده ما بر بحرها نریزد، دریای دل خروشان ما خود روانه هستیم. آنقدر هم جدید و آنقدر هم قدیمیم، گاهی حقیقت کل گاهی فسانه هستیم. از ماست سربلندی، از ماست نیز پستی، گه آسمانه هستیم گه آستانه هستیم. آن 7 مرد شاعر چون 7 دادرانم، زانها چو آسمانی 7 آشیانه هستیم. جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت 4 طرف اجنبی و خانگی اند، تنی تنها و چی میرو صف اعدا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمن تو دوست نماست، راست گویم بپرانند زی چشم و دهنم. تاجیکم در وطن خیش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. همه خلقان دیگر انجمن آراستند، در سمرقند نشد ساختنی انجمنم. گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدل گفت فلانیست مخاطب نه منم. آن یکی در خم طلا سر خود کرد فرو، دیگری گفت بیا مهوش سیمین زقنم. آن یکی گفت غمی گاو و بز و بزغاله، دیگری گفت غمی خانه و فرزند و زنم. دامن کوه
گرفتیم و دم مرکب خیش رفت از دست همه دامن دشت و دمنم. ای خراسان تو بگو ساحت ایران ویچ کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم. کو دیگر شعشعه دانش و فرهنگ بزرگ، کو دیگر کر و فرو نعره غلغل فکنم. روز و شب از غم تو گریه کنان می سوزم، تو به خون غرقه و من غرق ملال و میهنم. گریه من نه از آن است که درگاه هم سوخت، هم نزان است که شد سوخته باغ و چمنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نزان است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که زبون مایه این قسمت تلخ من سخن گویم اگر نیست کسی هم سخنم. گریم از آن که به ژرفای چنین فاجعه نشود خیره کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دو سه بی طرفی بی شرفی به سرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر، وطنم آ وطنم آ وطنم آ وطنم. دل و غمی یارد خدا یارد خدا یارد، بجز غم نیز غم خورد خدا یارد خدا یارد. یگانه مهرباند رب یعنی جانی جاند رب، تو مانده بود دلی زارد خدا یارد خدا یارد. دلت را آب کردی تو، دل یارد بود شاداب، نه دل ماندو نه دل دارد خدا یارد خدا یارد. شفاکارانی دردی تو، زی وهم درد تو مردن، نمانده یک مدد دارد خدا یارد خدا یارد. اشکتر شدم بالی به حق دل بکنامی، که نیمه جان کشم بارم خدا یارد
سرت در بیستری مرگ است دو چشمت یار می جوید که بیند حال افگارم خدا یارم خدا یارم تو را از جمله کاری جهان یک جان کنی ماندن خدا آسان کند کارت خدا یارت خدا یارت بجز غم نیست غم خارت خدا یارت خدا یارت تو مانده و غمی یارت خدا یارت خدا یارت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا رسیدیم با فرجام برنامه یاد وطن. اگر برنامه ما ذره هم باشد، مقبول شما افتاده باشد، خیلی سرفراز نگردید. میتوانید خواهش و درخواست و پیشنهادهای خویش رو به عنوان برنامه یاد وطن به پست الکترونیک radio.mohajed@gmail رو و برنامه ما ارسال نمایید. فراموش نکنید که وطن عزیزی هر یکی ما به شما تاجیکستان است و در آن وطن پدر و مادر، زن و فرزندان، یار و دوستان ما همیشه ما را انتظار هستند. باید وطن باشید و همیشه وطن را دوست دارید. در همینجا من شادی رمضان با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خداحافظ.